درود عزیزان من، با عشق و نور به شما خوش آمد میگم. اگر این اولین باریه که وارد این صفحه میشین، خوش آمدین. من سحر هستم. امروز هدیه من برای شما کدهای نوری، کدهایی که زبان روح من هستن. این یک دعوت برای بیدار کردن ناظر درون شماست، اون بخش آرام و آگاه وجودم، اون بخشی که همیشه حاضر بوده، بخشی که فراتر از افکار، احساسات و داستانهای ذهنی و زندگی ماست، بخشی که همیشه در سکوت شاهد بوده. کدهای نوری زبان نور ماست و زبان روح ماست. فرکانسیه که از آغاز در وجود خیلی از ماها جاری بوده. من این فرکانس رو به یاد آوردم و از طریق این فرکانس فضایی رو فراهم میکنم که شما هم بتونین به یاد بیارین که در اعماق وجودتون کی هستین و چی هستین. اگر احساس آمادگی برای دریافت این کدها میکنین، به خودتون اجازه بدین که این کدها رو با قلبی باز دریافت کنین و مطمئن باشین که روحتون مسیر خودش رو میشناسه و میدونه چطوری با این فرکانس هماهنگ میشه. کدهای امروز برای بیدار کردن مشاهده‌گر درون خودته، همون شاهد آرومی که افکار رو میبینه و خودش رو فراتر از افکار میبینه، همون بخشی از وجود که همیشه حقیقت رو میدونسته و در سکوت همراه با توه. اگر آماده هستی که این کدها رو دریافت کنی، یک نفس عمیق بکش و اجازه بده که قلبت باز باشه که بتونی این فرکانس رو دریافت کنی و در وجودت فعال بشه و آنچه که آماده بیدار شدنه در زمان خودش فعال میشه. برای دریافت کدها پست بعدی رو نگاه کن.